بسم الله و الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه من والا و بعد. سلام به همه شما بینندگان عزیز. روزداران بسیار خوب، داریم به آخر ماه رمضان نزدیک میشیم. شبهای قدر حواستون باشه از این شبها استفاده کنیم. امروز میخوام در مورد یک موضوعی که سر بدبختی و خوشبختی است. اگر بهش عمل کنیم بدبخت میشیم، اگر بهش عمل نکنیم خوشبخت میشیم. و اون چیه؟ اسراف کردن. به ما طعنه میزنن، میگن شماها ما مسلمان‌ها برقیبه که حالا مرده وقتی رئیس جمهور تونس بود، اون دیگه خجالت نکشید، علنی گفت، میگه آقا روزه نگیرید در ماه رمضان. شما میگه زیاد مصرف میکنید، در روزه بیشتر میخورید و بیشتر نمیدونم ریخت پاش میکنید، اسراف میکنید. و همین من میخوام موضوع برنامه امروز کنم. ببینید، اول این نکته رو بگم برای دفاع از مسلمان‌ها که مسلمان‌ها در چی اسراف نمیکنن. مسلمان‌ها در ماه رمضان بیشتر بخشش میکنن. میشناسم تو یک از این شهرهای پیشرفته مردمی رو که کارگرها هستن، بیچاره از کشورش اومده، پولی که پیدا میکنه میفرسته. همیشه همین غذای ساده میخوره، لپه میخوره، مثلا لوبیا میخوره با نون، چون که باید پول خرج کنه که غذای خوب درست کنه. شهری است مثلا پر از نعمت. ماه رمضان همشون صبح سحر و افطار گوشت مرغ و گوسفند و ماهی و این چیزا، ماهی که نه، به این چیزا بهشون میدن، میوه های مختلف. این فقط تو اینجا نیست، برو تو شهرهای دیگه، برو پیشاور ما، هم پیشاوری که ما یه سالهای توش زندگی میکردیم، هم یک سفره‌ای میذاره تو خیابون که تعجب میکنی از این ور تا اون ور، 2 کیلومتر 3 کیلومتر. استانبول برو 10 کیلومتر 20 کیلومتر میذاره. خب این طبعا خرج میکنه دیگه. باز دولت فکر میکنه که مردم زیاد مصرف میکنن، بابا داره خیرات میکنه. باز این ماه زکات فطر هم هست، خیلی مواد میخرن میدن به فقیرا میدن. بذار اصلا اسراف نیست. یا وقت زکات یه چیزی میده، یا زکات به مردم میده، مردم پولدار میشه، میره خرید میکنه، چیز خوب میخوره. دولت همه رو میذاره به حساب روزه. دولت هایی که به اصطلاح مسلمان نیستن یا با مسلمان‌ها مخالفن یا یک عقده‌ای دارن. پس ولی با این وجود اسراف چیز خوبی نیست. ببینید، بارها من اینو گفتم، در سوره اسراء و سوره فرقان خداوند 2 بار در این سوره ها بعض چیزا رو گفته که انجام ندید: قتل، زنا و خیلی کارهای دیگه. و شرک. کنار اینها خداوند فرموده که اسراف هم نکنید. یعنی چیزایی به اون مهمی کنارش که این اومده، میگه والذین اذا انفقوا لم یسرفوا و لم یقتروا و کان بین ذلک قواما. میگه و از صفات عباد الرحمن یکی این است که نه اسراف میکنن، نه دست خود بخیلی میکنن، بین این میان روی میکنن. میان روی این حرف درستی است. هرچند که گفتم در ماه رمضان انسان خیرات میکنه، اما درسته. سر بدبختی این است که اسراف کنی، سر خوشبختی این است که اسراف نکنی. توجه داشته باشید. اسراف باعث بدبختی، چون که اسراف یعنی اینکه هیچ نمیتونی جمع کنی دیگه، هر چی پیدا کنی از دستت میره. لذا این رو خیلی متوجه باشید. این جامعه‌ای که پیشرفته هستن، آلمانیا، ژاپنیا، هرگز غذا رو نمیریزن. آلمانیا آشغال هم نمیریزن. باورت میشه؟ کشوری به این پیشرفتگی که باید روز شب بریزه. اما شما که آلمان بری، دولت 5-6 سطل گذاشته. شما اگر هر چی که خوردی باید در همون چوب باید توی یه سطل بریزی، شیشه رو باید توی یه سطل بریزی، آهن باید توی یه سطل بریزی، پلاستیک باید توی یه سطل بریزی. مردم عادت کردن. اگه نریزی جریمت میکنه، اگه بگیرت کنه. حتی همین قوطی نوشابه رو هیچ کس نمیریزه، یه دونم نمیتونه پیدا کنه. ببین یکی که میریزن باید یکی بیاد جمع کنه، و باز این میریزه دور. یکی دیگه دولت باید یک جایی براش پیدا کنه اینو دفن کنه. اما اون میریزه توی دستگاه و ازش پول میگیره، 25 مثلا سنت، و اونم میشه تبدیل به آهن. شیشه رو تبدیل به شیشه میکنن، کاغذ تبدیل به کاغذ میکنن. و یه کشوری که اسراف نمیکنه اینقدر پیشرفته است. در اون طرف مثال ایران یا عربستان که تو کشور اسلامی است، من چیزی خوندم که ایرانی اگه غذا رو نریزن 15 میلیون نفر میتونه سیر کنه غذاشون. 15 میلیون شوخی نیست. یعنی بیشتر از جمعیت تهران رو میتونه سیر کنه این غذایی که ایرانی‌ها میریزن. در عربستان هم همینجوره. میگن یک شرکتی اومد که در اونجا چیز به اصطلاح
فکر کرده که دیده حجم آشغال زیاده، گفته که ما آشغالا رو ما تفکیک میکنیم، قرارداد بسته. بعد 2 ماه از قرارداد خود منصرف شده. چرا؟ اینکه حجم آشغال زیاده. میگه 80% مواد غذاییه. و اسراف دیگه، این غلطه. عجیب است که ما آیات داریم ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کسی که تبذیر میکنه برادر شیطانه. باز ما مسلمان‌ها توجه نداریم. بن باز خدا رحمت کنه، ایشون برای مردم مسلمان و خصوصا برای خود عربستانی‌ها یک روز پیام داد، گفت ما اول قرن خدا ما رو به فقر گرفت، آخر قرن ما رو به ثروت گرفت. بابا اسراف نکنین، میگه اسراف نکنین. خب این حال 2 کشور اسلامی است دیگه، بقیه رو شما فکر کنید که این درست نیست. در زندگی شخصی هم همینطور. این برنجی که ما مردم به رنج پیدا میکنه، ما باید یک دونش هم نریزیم. میفهمیم چقدر به سختی این برنج پیدا میشه. خداوند به من و شما توفیق بده، به منم بیشتر. در آماری گرفتن که این خانوما چمدونشونو 16% چیزایی که توش هست به دردشون نمیخوره. در عمرش یه دفعه هم نمیپوشه این چمدون رو. دروغ میگه. شما برید چمدونتون رو باز کنید، ساکاتون رو باز کنید، کمداتون رو نگاه کنید. میگه بعضی لباس هست که اینها در عمرش میپوشه. چند درصد؟ 16%. ولی پول داده خریده. بابا یا بریزش دور یا بده یکی استفاده کنه. ببینید آدم که وقتی به قوم دیگه میره، در اون قوم عادت خوب و بد میبینه. من بعد از هجرت از ایران که مدتی با مردم افغانستان بودم، یک صفت خیلی خوب در اونا دیدم. خودشون شاید متوجه نباشن که این صفت دارن. صفتش این بود که مردمی بودن که آینده نگر بودن، اسراف نمیکرد. اگه پولی داشت به اندازه خرج میکرد. رفیقی داشتم یه روزی دعوتش کرده بودم به یک رستورانی، نمیگم بخیلم نبود اصلا، به یک رستورانی، و به من گفت این رستوران یه دفعه من میگه وقتی دوران نامزدیم، میگه پدر خانومم سرزده زور اومد خونه ما. نامزدی حالا دیگه، میگه هنوز عروسی نکردیم. میگه ما داشتیم، من و مادر و برادرها داشتیم نان ماست میخوردیم. میگه فوراً دویدم اومدم از این رستوران به اصطلاح خوب غذا خریدم. من در همونجا اون داستان دیگه داشت تعریف میکرد، یعنی ما مجبور شدیم احترام پدر و خانم خود رو هنوز که از زن نگرفته بودیم و به اصطلاح خر ما از پل نگذاشته بود، میگه خیلی نگه می‌داشتیم. اومدیم از یک رستوران خوب غذا گرفتم. باز من با خود فکر کردم که این آدم که اینقدر پول داره، پس چرا نان و ماست می‌خوردن خودشون؟ ولی باز من الان عیبشون نمی‌کنم در اینو. چرا وقتی که انسان تامین اجتماعی نداشته باشه، کشور در حال جنگ، خودش در حال هجرت، پول داره خرج نمی‌کنه، به اندازه خرج می‌کنه. و برای همین است که افغان اصلا میتونن در مقابل دولت‌های خارجی هم وایسن. هر دولتی اومد اینجا زمینگیر شده، یکی همین صفت داره. این در صفت شخصی هم است. از وقتی که من این صفت فهمیدم سعی میکنم، نمیتونم، چون که ما عادت ایران گرفتیم، میدونی که مردم ما هم خرج میکنن، چون که اکثرا حقوق بگیر هستن، میگه آخر ما حقوق میاد. ولی دیگه حالا که به خارج از کشور اومدیم چیزا یاد گرفتیم، بازم 100% نیستیم، هرگز راضی نیستم. ولی یادم میاد یه دفعه همین اسراف نکردن خیلی به دردم خورد. در جایی با گروهی کار ما میکردم که یک دفعه اینا 100% از راهی که قرار بود برن بیرون اومدن. اگر من مثلا پسندازی نمی داشتم و همش به فکر حقوق و مثلا چی بودم، نمیتونستم ول کنم اونا رو. به راحتی تونستم اونا رو ول کنم و به اصطلاح مدت‌های مدید تونستم بیکار باشم و بخورم، چرا که پسنداز داشتم. لذا اسراف کردن حتی دین انسان رو به خطر میندازه. توجه داشته باشید که در زندگی اسراف نکنید. و این حالا که داستان افغان رو گفتم، این داستان رو هم بگم که جالبه. خب ما میدونیم که مردمی هستیم که در هجرت هستیم، دوستای خود رو گاهی از یاد میبریم، مثلا بعد 5 سال باز میبینیمش، میریم دیگه از این شهر به اون شهر. زندگی اینجوریه. یک دوست قدیمی داشتیم، بعد از اینکه از شهری رفتیم و برگشتیم، اونا رو دیدیم. باز خانمم تعریف میکرد، خب دیگه مجالس، میدونید که مجالس ما مجالس زنانه مردونه است دیگه. خانمم تعریف میکرد که از خانم اون رفیقم و از مادرش، میگه بعد 5 سال پرسید که فلان بچه چیکار میکنه. گفتیم با بزرگ شده، خب برای خودش پسر من میگفت برای خودش کار پیدا کرده و دفتری داره و دستکی داره. مادرش میگه یک سوالی از من پرسید که چقدر جمع کرده.
این گفته که هنوز این بچه چیزی جمع نکرده بلکه قرضدارم شده، یعنی دو کار دیگه شروع کرد و قرضدار شد. گفت پس این اصلا کار نکرده. مقصد یعنی این است که استاندارد زندگی رو نیست که شما چقدر در میاری، خب از این ور در میاری از اون ور خرج میکنی. خرج کردن که کاری نداره، برای نه این چیزای دنیا، خصوصا در دوره ما هر روز 100 چیز پیدا میشه، هر روز پیدا میشه 100 چیز. این موبایل تموم نشد موبایل دیگه میاد. لذا سر سفره افطار رفتیم به کجا خدا میدونه، ولیکن مهمه. اگه مهم نمی بود خداوند اسراف نکردن کنار توحید نمیذاشت، کنار اینکه قتل نکنید نمیذاشت، کنار اینکه زنا نکنید نمیذاشت. پس اسراف برای اینکه این ام الفساد اگر اسراف کنی. الله به من شما توفیق بده که جزو کسایی باشیم که و کان بین ذالک قواما، نه زیاد روی میکنیم نه اینکه بخل میکنیم و از خداوند خیر دنیا و آخرت رو میخوام. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرة حسنه و قنا عذاب النار.